پاره‌ها از رساله تاجیکان افاناسی داویدویچ گریبیانکین مجموعه ترکستان روس نشر شده به مناسبت نمایشگاه پلی‌تکنیکی شماره 2 با تحریر تروتسکی مسکو 1872 میلادی. منزل اصلی زیست تاجیک شهر است و او فقط در شهر خیش را در محیط معتدل زیست احساس میکند. تاجیکان هنرمندان اصیلند و در بسیار ساحه‌های هنر قریب رقیب ندارند. تاجیکان مردمانی با استعدادند. هر کجا تاجر بینی و پرسی که چی اصالت داری میگوید بخاراییم، خوجندیم، تاشکندیم، سمرقندیم. حتی به عنعنه تبدیل یافته است که کسی خود را با علاوه نامواژه شهرهای قدیمی معرفی کند پس او تاجیک است. در کمترین حالتها تاجیک با دل پر خود را تاجیک میگوید. بعد از تسخیر شهرهای ترکستان ما به کشوری تاجیکان وارد شدیم و هرچی قدر از آن زمان به سمت شرق و جنوب حرکت می کردیم همان قدر به تاجیکان بیشتر بر می خوردیم و نهایت در بخش های جنوبی کوه های تیانشان، همان جایی که رودهای چرچیق، آهنگران، سیر، آکسو و زرافشان سرچشمه می گیرند، آنها بر ترک ها برتری دارند و در بعض جاها فقط تاجیکان بدون آمیزش با قوم های دیگر زندگی می کنند. تاجیکان در 5 شهر سمرقند، اورگود، کتقورغان، پنجکند و پنجشنبه زندگی میکنند. مفهوم شهر و تاجیک در فهمیش آسیای مرکزی ها آنچنان به هم مربوطند که مثلا ازبک ها گمان میکنند که همه آنها که در شهر زندگی میکنند تاجیکانند. به این پرسش که در ینگی قورغان چی کسانی زندگی میکنند، ازبک پاسخ میدهد تاجیکان. و اگر به تاجیک بودن ینگی قورغانیان شبهه کردی، ازبک با احساس رنجش میگوید چرا آنها تاجیک نباشند؟ زیرا آنها در شهر زندگی میکنند و با تجارت مشغول هستند. روشن‌تر از این دلیل برای ازبک وجود ندارد. بخش زیادی صنایع دستی خطه در دست تاجیکان است. آنها در کارهای خود نسبت به قوم‌های دیگر مزدوران و دستگاه‌های بیشتر دارند. بجز از این در بعض پیشه ها نه تنها حریفه بلکه حتی مقلدان از قوم‌های دیگر ندارند. خود تاجیکان درباره خود میگویند ما جنگ را دوست نمی داریم. ما منزل، زمین و دکان داریم. ما کار میکنیم و با ثمره کارهای خود میتوانیم زندگی کنیم. جنگ ما را خانه خراب میکند. خطه زرافشان گاه گاه به فاجعه های گرفتار میشد که پس از آن اهالی به ویژه اهالی زمین های حاصلخیز و دارای کاریس های فراوان به حد قبول ملاحظه کم میشد. از این رو ازبک هایی را که امروز در حدود خطه زرافشان به سر میبرند از نسل آنهای دانستن که هنوز در زمان حرکت عمومی ازبک ها حوزه زرافشان را اشغال کرده بودند به نظر ما دست کم دلیل ندارد.